نکند باز ما در نتیجه تمسک به این اعتقاد که آقا این داروین حرفش با سخنی مثلا قرآن و سنت مخالف است، یا وقت فرض کنید این فرضیه تبدیل شد به یک نظریه، یعنی ثابت شد درستیش، میدونید این چی پیامدهای منفی خواهد داشت؟ چرا غربی ها بعد از رنسانس همون اصلاحات خیلیشون بیدین شدن، دانشمندانشون از دین رو گرداندن؟ علتش همین لجاجت دیندارا بود. دیندارا پایشان رو جایی گذاشتن که نباید میگذاشتن. بعد اونها به این فکر تو این ذهنشون آمد که خب حالا اینجا که دین، این دانشمندا هم فکر کردن مسیحیت اون دینی بود که بالاخره همین، این دانشمندا هم وقتی با مخالفتی خب ارباب کلیسا روبرو شدند، فکر کردن که این ارباب کلیسا حرف دین را میگویند. اینا هم نیامدن تفکیک کنند که بین تفسیر دین و متن دین و چون دیدن که حرف اینا درست است و آنچه که ارباب کلیسا میگه نادرست، فکر کردن که دین از بخ نادرست است. بدینی رواج پیدا کرد در اروپا. حاصلش هم که ببینیم دیگه امروز دین را فقط محدود تو زاویه کلیساها قرار دادند. گفتند آقای دیندار یه بار رویتو سیاه کردی دیگه هم تو کلیسات بمان، پات دیگر تو اجتماع نگذار. اما اسلامی ما مثل مسیحیت هست، مثلا اسلامی ما اولا مثل اونها تفسیرهای غلط ندارد، ثانیاً اگر مسلمان ها در جاهای اشتباه میکنند باید علمای دینی این اشتباه را با اونها بگویند. ببینید من باز تکرار میکنم، خلاصه حرفی کمینه این است: دین یک رسالتی دارد، راهنمایی است. در مورد راهنمایی انسانو اینم عرض کنم، در مورد راهنمایی انسان و اینکه سعادت انسان در چیست، کمال انسان در چیست، هیچ مکتب فلسفی مثل دینی ما راهنمایی نکرده است. چی در زمینه مثلا قانون تشریع، قانون گذاری، یا در زمینه های دیگر که مربوط به سعادت انسان است، هر مکتبی هر چی گفته است، بعد چون خودی محصول تلاشی خودی بشر بود، خب بشر هم که حالا خودش را نشناخته است اشتباهش ظاهر میشد. قانون های هم که وضع میکرد بشر که و میکند، چند شباهی دیگر نادرستیش معلوم میشود. اما این قرآن چون از سوی خداوند حکیم و دانا و آگاه است و همچنین بر اساس فطرت انسان تمامی آنها بیان شده است، لذا با گذشت زمان و خب تغییر مکان هرگز اشتباه در آن دیده نمی شود. همه‌اش راست است، درست است، اختلافی ندارد. اما ما باید بدونیم که رسالت دین چیست. باز تکرار میکنم این حرفی من نه این که مخالفی یعنی گفته باشم که نه دین کاری در رابطه با علم چیزی نگفته است، نه، دین به همین اکتفا کرده است و خیلی هم مهم است که آیا علم دانش اندازی برای کمال تو مهم است. اگه بخوای به کمالت برسی دانش انداز، در طلب علم باش، هر علم دینی دنیوی، من جمله همین زیست شناسی. تو فکر میکنی آقای داروین غلط گفته است، خیلی خوب، رو زیست شناس شو، تحقیق کن، پژوهش کن، خب دلیل هایی بیاور که مستحکمتر از دلیل هایی مثلا آقای داروین یا داروینیست خوب باشد. نه اینکه با استناد به یک داده و معرفت دینی بگی تو اشتباه میکنی. این درست نیست. متوجه هستید؟ تو نظریه های علمی یا فرضیه های علمی هم خب حالا بعضیش خطا بعضیش درست، یک نظریه درست می نماید، چند صباح دیگر یک دانشمند دیگر می بیاد یک چیزی دیگر مطرح می کند. خب اینها کاری اونهاست. خطا باشد باید اونها بگویند خطاست، درست است باید خودی اونها بگویند درست.
نه یک دیندار با استناد به یک منبع دینی. حالا اگر یک دیندار بیاد زیست شناس شود حق دارد. چرا؟ اینجا اگر زیست شناس دیندار میگوید آقای داروین تو نادرست میگویی، با استناد به تحقیق و پژوهش هایش میگوید. من رفتم تحقیق کردم، دیدم که نه، آنچه شما این دلیل هایی که شما ارائه میفرمایید خیلی محکم نیستند. این را هم عرض کنم. ببینید این داروین که مثلا میگوید حالا معلوم نیست این درست یا نادرست، شاید هم درست باشد. گفتم بیانی درستی یا نادرستی بر عهده خود علم زیست شناسی است، اما این هم باید دوستان بدانند این رو از پیش خودش نگفته از داروین. داروین خودش یک انسانی دیندار بود، خیلی دیندارم بود، تا آخر عمرش هم دیندار ماند، خدا باور بود، اما خب یک زیست شناس بود. رفت دید تحقیق کرد که نه، این فرضیه تکاملش مثلا یک مؤیدات و دلایل دارد مثلا در میدان. این هم که مثلا میگوید انسان‌ها قبل از این شکلی که داشتن مثلا چندین میلیون ها سال پیش در یک شکل دیگر بودن که شبیه مثلا میمون بود. اینا که برای تحقیر انسان نمیگوید که بعضی ها گوین که آقا این مثلا تا کی ما میمون پرست باشیم. نه ابدا. چون رفت مثلا دید تو بعضی از غارها با استخوان‌ها اسکلت‌های روبرو شد که اینها خب مثلا جمجمه‌های پیدا کردند که این جمجمه‌ها شبیه جمجمه میمون است. میمون هم نبودند، یه زندگی دست جمعی داشته اینها. انسان‌هایی در همون ابتدا در غارها زندگی می‌کردند و بعد خب یک آثاری از اونها گذاشته شده و خب اینها تحقیق کردند. باز تکرار میکنم، من نمیگم اینکه درست میگوید، فرضیه‌اش درست است، اصلا کار من نیست. اینم گم که تو کار زیست شناس است. حالا اگر خیلی هم خواستم باید روم زیست شناس شوم، بعد حق دارم. لذا ما نباید از قرآن توقع و انتظار اینه داشته باشیم که برای ما به نظریه پردازی قرآن بپردازد. این که هم که بعضی میبینن آقا ما در فلان آیت دلیل است بر این یک نظریه علمی که فلان عالم گفته است. خب حالا این آنچه که فلان عالم گفته است چند صباح دیگر غلط بشود، اون وقت تو باید از قرآن دست برداری، باید پرهیز کرد از این کارها. ببینم بعضی از همین تحقیقات بعضی از این قرآن پژوهان بیان مثلا میگن که ما اثبات این دین حق است. چرا حق است؟ چرا که فلان عالم یک حرفی زده مثلا در عرصه علم. خب خیلی خوب، و ما این را در مثلا قرآن پیدا کردیم. حالا نمیدونم چگونه پیدا کرده است، اما خب اون 4 صباح دیگه اون نظریه باطل شود چی؟ یعنی قرآن باطل است اعوذ بالله. خیلی باید احتیاط کرد در این زمینه، چون رسالت قرآن رسالت بیان نظریه علمی نیست. مثلا در قرآن هست که آسمان 7 طبقه است. بعضی ها آمدند، همین مفسرای مسلمان قدیم گفتن این همان چیزی است که جناب بطلمیوس میگوید. چون در بطلمیوس یک دانشمند معتقد بود که جهان از 7 لایه ترکیب شده است. 7 لایه. بعضی آمدن این 7 آسمان رو بر همون تطبیق کردند. خب امروز هم دیگه بطلان نظریه بطلمیوس خیلی واضح است، دیگه نیاز به اثباتی بطلانش نیست. خب اونایی که این مفسری که آمد 7 آسمانی قرآن را با اون تطبیق کرد، خب کجا رفتین؟ چه شد؟ قرآن را خب کار خیلی بد کردن. مرادی خداوند، حالا انشاءالله در تفسیرها خواهیم گفت، مراد خداوند از 7 آسمان، اصلا واژه آسمان در قرآن آسمان نیست، حالا در جای خودش خواهیم گفت.
متوجه هستید؟ باید ما اول بدانیم که قرآن رسالتش چیست، آمده است برای ما چی را بیان کند. وقتی این قلمرو را خوب شناختیم، بعد میتوانیم بدانیم که کجا پایه گذاریم کجا نگذاریم. متوجه هستید؟ باید مسائل ریز هستیم. یک مسئله دیگر این که عرضم حضور شما، حالا گذشته از اینا بعضی ها آمدند با همین علم زدگی خیلی از معارف قرآنی را رد کردند. علم زدگی هم بد است. مشغول شدن با این خیلی مهم است، واجب است، فرض است، اما نباید علم زده شد. علم زدگی یعنی به این معنا که هر چی که علم گفت درست است، هر چی که نگفت، یعنی علم گفت نادرست، اون نادرست است. نه، خیلی از چیزها هست که علم میگوید نادرست اما درستیش بعدها ثابت میشه. توجه هستید؟ لذا این نکته را عرض کردم که ما خوب مواظب باشیم، بدانیم که پایمان را کجا بگذاریم و کجا نگذاریم. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و اهل بیته و صحبه المنتجبین.